شو سومن؟ خوب هستی؟ خوبم باید آریم و دیگران رو محافظت کنیم رفیقان. بدنو بیرون استاد. احتیاط کن، زودتر باش. چیکار میکنی سومن؟ از برای خدا چیکار میکنی؟ خودت راه احتیاط کن. خوب هستی؟ خوبم من. با مادری آباده داده بودن. دخترها باید نجات دهیم. تو را نجات میدیم سومن. آرام شد. راهگر زودتر راهگر گذر گفتم. اونها رو سر دهید احمق ها. ای احمق تو فکری خودت رو کن. اقرب یک گوش بکنم. اقرب دو. از دو طرف پرونده ایستاده. پیش رفتن نمیتوانیم. باید یک کار دیگر کنیم. اقرب یک، اقرب پنج، اقرب یک، اقرب پنج. اقرب پنج روش میکند. در پناه ماشین از بین تیر پرانه گذاشته مانعی اونها شده. اقرب سه بسر رول ماشین شیند. زودتر باشید. میتواند اقرب. بیا می رویم. حمله میکنیم. منتظر نمیشویم. ای پروردگار، گویا تو این کم از رو میرونده باشی. در 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 برادر صبر کن. بعد از 3 ثانیه با کم سوار میشوی. زود میرویم. دوام ده. زودتر. در درون چند نفرند؟ من از سیلو بلاسون ترسی ندارم. من از اسیران در خواطرم. آنها با کام نارحمانه دخترک رو زد. اینها چگونه انسانند؟ غمگی و نشمندان، انصاف و شفقت، عقل و فراست ندارم. باید چیکار کنیم؟ حیات دخترک در خطر است. چیکار کردن این دیوانه معلوم نیست. اول با ماشین دقت آنها را پریشان میکنیم و بعد یک جای عاجلا حمله میکنیم. فهمو. اقرب یک، اقرب پنج، منتظری شمایه. اقرب پنج، اقرب یک. اکا این نابکار کلید رو نگرفت آمده است. جوره بسیار خوب. چی با درون در آمده از آنها کلید طلب کنم؟ اقرب سه، اقرب یک. 10 ثانیه پس آماده میشوید. اگر بولتا ما رو ناراحت نکند. کارلا زودتر باش، همه منتظری تویه. زیر جوره تو با کجا؟ من رفت کلید را گرفته می آیم. برادر آیا تو را خنک زده است یا اینکه به سر تو از هوا سنگ افکنده است؟ نه من خوبم. حمله کرده اونها را زده کلید را گرفته می آیم. ای برادر، اگر با اونجا روی دیگر حجت به کلید نماند. ها؟ کمی
افیسر عریف گفت که هر دویتون با کمان سوار شده حمله میکنید. یگان چیز رو میدونم. راست همین خیلی گفت. زودتر به حرکت درار فرمان را شنیدی. تو یگان ذره انصاف داری. از خدا نمیترسی. به ناموس سرده. تو فکر خودت رو کن. علوی آنها علکه با دنیای دیگر رفتن. تو از من چی میخواهی؟ بسیار چیز نه. جوری تو رو میخوام. از برای تو شده با ما حمله کردن. تو را نظارت کرده با اینجا آمدن. اگر وقتم میشد میدونستم که با تو چیکار کنم. مرا سرده. اینها رو گرفته ببنده. زود. سرده مرا. سرده. 5 4 ای سلاحات رو از پس من دور کن. 3 2 بولتر سلاح رو یه طرف کن. ناگهان دستت خطا نکند. باز یگان حادثه رخ ندهد. 1 انا دیدی به کار در اومد. اکنون خاطرت جمع شد. برادر تو چرا سلاح رو به سوی من میکنی؟ عجب انسانی تنبلی. زیر فشار خوبتر کار میکنی. راست گفتی. برادر ما همشهری. تا با ما فشار نمونم کار نمیکنی. اقرب 5 اقرب 1. گوش میکنم اقرب 5. اگه کم از آماده است همه یک طرف ایستد. می آیم. رفیقان شنیده بالتا با ماشین میآید. همه آماده باشید. خواهش میکنم باز کار رو خراب نکنید. بس کن. چقدر گاز میدی؟ الان که مطار ماشین نمورد جورا. بس کن. زودتر غی کن. مرا دیوانه میکنی. ای بولتا اگر تو بدم پری ماشین بذاره خوبتر میشود. بعضا سری تو هم خوب کار میکند. کارلوس زودتر شو. بالتا زودتر باشید. اینها کجا شدن؟ حیوان ها در تخانه کارهایی بد میکنید. حالا با شما نشان میدیم. آفرین. با اون هونیگر رجب را بینید پرواز کرده می آید. قهرمان جهان آید به موتورسیکل رانی از سگیر نمی باشد. حالا باشد نوبت قهرمانی آید به کمر رانی باشد. کلی بیا. رجب خدا از تو راضی شود. پراندن گیر. ای نامکار. زودتر. تسلیم به شما. ما پرنده. به زمین. خوب رو. کارلوس نبای. شما از پیش گذارید. ما از پایان میدرویم. فهمیدم اکا. اگه تخانه کجاست با کم از آنجا دراییم. مایل شرجم همین طور میکنیم. تو میتوانی. آفرین. اگه به تخانه در آمدن نابود میکنیم. مایل شرجم اما اول باید اسیران را رها کنیم. اطاعت. 1
بیرون رو با خاک یکسان کردم. منتظر شوید. وقتی که به درون درآیند حمله کنید. پراکنده شوید. بهترین راهی به تعیینات مخصوص برگشتنم همین است. راستی گپ فکری خوب کرده ای. هم به خصلت من موافق است سردار. قبل از عملیات مذاکره کردن بسیار مهم است. اگر از امتحان با بهای خوب گذری و باوری دارم که البته میگذری، پس دویم باره تو را به کار قبول میکنیم. صالح. سلامت باشد سردار. تشکر زیاد. دخترها در تخانه باید در آمدگاه تخانه را یابیم. عارف، در آمدگاه از طرف چپ بوده. فهمو، ما با به پایان میرویم. شاهین، شما با ما کمک کنید. تا اینجا را تمام نکنیم به پایان نمیرویم. وقت نداریم. حیات دختران در خطر است. من همراهی شما به تخانه میدرایم شاهین. خوب نباشد ما قسمی بالا را تفتیش میکنیم. فهمو، زودتر شوید. رفتیم. نمیدانم در پایان باشی روبرو میشویم. به هر حال باید رویم. از یک خواهش آرام باش. باز حیات خودت را زیر خطر نگذاری. مایلش آرزوتر باش. تو در اینجا ایستا، محافظت کن. رفتیم. تسلیم شوید. یگان نامخونه نکنه. زودتر اسیران را آزاد کنید. زودتر. عزیزه؟ اپا بله من میباشم. من عزیزه هستم. عزیزه با مادر داده دادم. تو رو از اینجا نجات میدهم. نترس جانکی من. ما آمدیم اکنون نترس مایلش. شما در محاصره اید. دیگر جای گریز ندارد. تسلیم شوید. شما چیکار میکنید؟ اکنون چیکار میکنید؟ بس کن. مرا گوش کن دخترها سرده. به جای آمن میآید. سومن نرو.
سومن تو چیکار میکنی؟ نه سومن نه غزنی شهر سومن نکن این کار را سومن سومن هیچگاه با من بازی نکن. من برای تو اسیری خوبتر میباشم. دخترها سر ده. عارف شاهین اینجا آدمی زیاد در کار نیست. تو همراهی ظریف استی کفایه. رفیقان دیگر به بیرون برآمده امنیت را تامین کنند. فرقت شما برای خوب شده است. امنیت را تامین کنید. تنها گذاشتیم یا اینکه با او توجهی زیاد نکردیم؟ با او دوستی نکردیم. دوست و رفیق را از بیرون یافت. هرچی از دستم آمد کردم، خوراندم، پوشاندم. گفته آیا درست است. همش عیبی خودمان. این حادثه به سرمان آمد. در این خانه را قلف کردیم. گمان کردیم که خانه‌مان در امنیت است. لیکن با واسطه کامپیوتر با خانه‌مان آدمی بیگانه در اومد. بس کن. خودت را به دست گیر. همون پلیس دختری که وعده داده بود. سومن؟ بله. با او باور میکنم. به وعده‌اش میایستد. دخترمان رو نجات میدهد. رفتیم. همش ناز میشود. خودت را به دست گیر. بس کن. سومن ابا التجا میکنم برای من شده خودتون رو زیر خطر نگذارید. بس کن دختر رو سر ده. معلوم است که شما باز چی فکر و نقشه دارید. انا به اینجا آمده بزانو ایستا. بعد دختر رو آزاد میکنم. ای به ناموس تو وضعیت خودت را مشکل میکنی. به زمین خبرم. به زمین. بزانو ایستا. بزانو. زودتر بزانو ایستا. زودتر شو. دختر رو سر ده. خش زودتر. اجار باشم خش. زودتر به این طرف. به این طرف. در طرف ما آدمی زیاد جمع شد. بس ما بازی میکنم. نابکار دروغ گفتی. دروغ گفتم وظیفه ای من است. برای این کارت جواب میدهی. ای باز اشتباه نکنی. ای به شرف اکنون چیکار میکنی؟ آیا تو گمان میکنی که برای تو چرخبال میاریم و تو با اون سوار شده به خلاهای بلند پرواز میکنی؟ همین خیلی گمان میکردی؟ همین خیلی فکر داری؟ خوابت را با آب گوی پلید. این هم فکری بد نیست.
اما من فکر میکنم که همه یک جا به دوزخ میرویم. بنزین را به سرش ریز. ریز. اپا جون عزیزه آروم شو. آروم شو. بستری همش رسید. رسید. حیوانی نابکار. عقلت در جاش نیست. بسیار خوبه. عقلم هم در جایش. همه را تایی زده نیست و نابود میکنه. رفیقان زودتر آنها را پرونید. مرا فکر نکنه. باوری ندارم. نخواد که تو برای پلیس زیبا را حیف کنم. بی شرف. سلام سردار. من گمان داشتم که در این نافسیم آدم‌های زیاد به امتحان می‌آیند، اما چنانه که می‌بینم نه آنقدر داوطلبی زیاد آمده است. عادتاً چیزی با صفت کم می‌شود، اما کار بسیار را انجام می‌دهد. عزیزم آرام شو. آرام. بنزین را ریز. ریز. آری التجا میکنم یک کار کنه. Для любой ситуации в течение дня قربانت شوم، لازم نیم. وای وای بسیار خوب پراندی. آفرین به تو. مرا هم پران. همه زیر آتش میمانند. این دخترها باشد در آتش میسوزند.
عارف این بیناموس را پرون به این کار خاتمه گذار. برادر من گفته بودم که همه یک جای میسوزیم. من گفته بودم اکنون دیگر چاره نیست. آتش علنگه میگیرد. آتش ما را به کام خود میکشد. سومان 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 آرام شو. سومان خودت را به دست گیر. آرام شو. سومان تمام شد. آرام شو سومان. اپا خدا از چی ما راضی باشد. مرا از دست این درنده نجات دادید. با مادرت وعده داده بودم. شکر خدا که تو را صحت سلامت به دست مادرت ببرم. بیا به این دخترها یاری دهیم. مایلش آرام شو. آرام شو. احتیاط شو. به همه جا بنزین پاشیدن. اول گرد و اطراف را تازه کنیم. مایلش نه صبر کن. حالا ایست. اول گرد و اطراف را باید تازه کنیم. دختران را برید. با آن طرف ببرید. زودتر زودتر زودتر. ببرید زودتر. زودتر به طرف قفار روید. تو به من یک نگاه کن. بی‌شرفی بی‌ناموس. این بی‌شرف را بینید. حالا هم میخندد. حالا ایست. به تو نشان میدهم. حالا من تو را مثل حیوانهای سیرک رام میکنم. ابله. عارف او برای از محکمه آزاد شدن این رفتار میکند. فریفته این احمق نشو. باز مرا هم جزا ندهند. رفیقان همه در دست سلاح گرفته قهرمان شدن میخواهند. فرض کردیم که در بینای دیگر آموزش سنایپریست ها میگذارد. هنرآموزان زیادند. گویا چند نفران حکامیاب میشوند؟ 2 یا اینکه 3 نفر؟ برای گفت و شنید کردن صبر لازم. زاری کردن لازم. حادثه را پیخست کردن لازم. البته کاری دشوار است. درست گفتید. نامتان چیست؟ صالح سرکمیسر. تعینات مخصوص 15 سال. با فکرم از خانهای من نرنجیدید. اگر میرنجیدم حالا مرا اینجا نمیدیدید. حالا در شعبه شناسنامه‌دهی فعالیت میکنم، یعنی موقتی. بسیار خوب. شما رو انتخاب میکنم. دانست نگیرید. مایلش.
سومن التجا میکنم با عارف یکان چیز گوی به خدایت. این حیوان رو هر کاری که میخواد کردن گیرد. عارف او را سر ده. عارف برادر نکن. آتش زن تا کار انجام یابد. این کار خاطی بده. ما که هابرس ما رو با آتش داده بودیم. آتش زن تعیینات مخصوص جزا نمیدهد. ما سود نیستیم. اما برای به محکمه رفتن و جزا گرفتن راه خطر در دستی ماست. تو ترسانچک هستی. ترسانچک. زندان برای جاهلان آتش جهنم است، اما برای عاقلان سبق زندگی. معلوم نیست یک عمر زندانی میشوی. اگر در نصیبت چقدر آب باشد همان را نوشیده پلیدانه زندگی میکنی. خوش به حال ما که امروز به دعای که چندین پدر و مادران مشرف گردیدیم. بیایید میرویم رفیقان. عارف برادر عزیزم. اپا خدا را شکر. سلامت باشی. سپرهای امنیتی را کشایید. عملیاتمان خاتمه یافت. پیروزی مبارک باشد. پیروزی مبارک رفیقان. دستوری ما بسم الله. دستوری ما بسم الله. آفرین. ماشین را خوب راندی. حالا باشد از پی کار. شما چیکار میکنید؟ میرویم. ینگه از تو امتحان میگیرد. جورا چیکار امتحان؟ امتحان برای داماد شدن. این کارها آسان نیست. اما من به تو باور دارم. ایها من مردم به خدا. من با شما گفته بودم دخترمان رو نجات میدهند. زودتر بیاید. آمدم خانم. خدا رو شکر. آقای سردار عذر میخواهیم. به هیجان آمدیم. ما پدر و مادری عزیز هستیم. بله به هیجان آمدن این کاری طبیعی است. باور کنید که من هم نفسی آسوده کشیدم. فرزند بهترین نعمت است آقای سردار. البته که این همین خیل است. به خدا این حادثه به من تأثیری سخت رساند. رفته از کار اجازت گرفته دخترم را زیارت میکنم. شما راست ایستاده مرحمت چینید. آقای سردار قهرمانان همه‌شون به شعبه در آمدند. ای شیرکانی من، زودتر رفته دخترتان را پیش باز گیرید. رفته. بسیار شدم. دختر جانم. دخترم
مادر جونکم جونم شوی جونی اوچه مادر جون خیلی که وعده داده بودم دخترتون را آوردم شیرانی من شیر بچه های سلامت باشید هر مراد مقصودی که داشته باشید خداوند برآورده خیر کند آمین 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 سلامت باشید وظیفه امروزمان اجرا شد خدا را شکر عارف هر وقتی که پدر و مادران را در این حال میبینم شکر پروردگار میکنم شکر که در تعیینات مخصوص کار میکنم دیگر هیچ چیز لازم نیست انا همین خیر خدا را شکر میرویم ظریف میرویم جورا آخر نه از عملیات برآمدیم مونده و خسته شدیم آخر نمیشد که یگان وقت دیگر میرفتیم ها نمیشود کار را سری وقت کردن لازم تو از امتحان گذر پس منتظری نصیبت شو ای جورا باور کن این کار برای من بسیار هم مشکل میشود نه شرم کردی و نه خسته شدی اکا شخصی که امروز با عقلانه رفتار کند فردا به ترس معامله میکند تو این سخنها رو از کجا میابی؟ وقتهای آخر در سیمای تو عالم رو میبینم چرا؟ بکی ساله گفت آخر ما میخونه برادر کنده نیستیم کو کنی بزر مایلش خوب شده سکا سلام علیکم سلام علیکم بسیار خوب مایلش تو باز مایلش اکا سلامت باشید مناسبت شاهین با من یک معمای سربسته است بخیر است عارف شاهین درباره من معلومات‌هایی را می‌داند که خودم نمی‌دانم گویا که او سال‌های دراز کاتب من باشد خدایا توبه پس چی نقشه داشته باشد این را فهمیدی این موضوع همیشه مرا عذاب می‌دهد اما آن را آشکار نمی‌کنم دیروز یک کس زنگ زد برای یک سخن نصف شب زنگ زد گفت که از شاهین احتیاط شو مشکلاتتان را با معامله حل کنید او کی بوده است چرا یک انسان بیگانه به کارهای شما دخالت می‌کند من هم در همین اندیشه‌ام آدمی را که نه دیدم و نه میشناسم اما در این کار هم یکمان اسرار هست دارید اما تو کاری کرده دریچه سیر و اسرار را کشا آیا با کی تعلق داشتن رقم تلفن را میابی ظریف حل میکنیم عارف بسیار خوب برادر من رقم تلفن را به تو میدهم وقت یافتم معین مایلش برادر حل میکنیم برادر جانی من آرام شو حل میکنیم من بعد کامپیوتر و اینترنت را تنها برای درس هایت استفاده میکنی وعده میدی؟ وعده میدهم این حادثه برایم چنان درس عبرت شد که نه به دیگران وا میخورم و نه صحبت میکنم آفرین اپا خوب هستی؟ سومن حالت اپا خوب هستی؟ سومن حالت چطور است؟ خوبم مانده شدم هیجان بعضا این خلخلات ها میشود اهمیت نده من رفته دست رویم رو شویم میگذرد چی شد؟ چی آیا اپای سومن بیمار هستم؟ سومن برای تو را نجات دادن جانش را دریغ نداشت میدونم من چی کاری نکنم هرگز نیکی او رو برگردانده نمیتوانم اگر به گفته من عمل نمایی خرج او را ادا میکنی او تو را بسیار دوست میدارد با تو سخت اونس گرفت گوش کن اپای سومنت بیمار است و به جراحی احتیاج دارد اما من او را راضی کرده نتوانستم چای نوش ای جور از برای خودم دری غرق میشم گویا خدمت در کرده باشی در خدمت چای رو در پیاله می آوردند چی شد؟
ای برادر با یاروخی وزنی من تیر میپرونم اما دستم نمیلرزید. او چرا میلرزی؟ ای جورا با خدا من این کاری خونه‌داری رو ناز نمیبینم. من برای خونه‌دار شدن آماده نیستم. با قوت باش، با وقار باش اکا. من همین رو گفتنیم. اکا من به یک قرار نآمدم. آماده نیستم. علم و دانش انسان را از شبهه، خوبی اونه که انسان را از عذاب و با وقار بودن انسان را از ترس و وهم نجات میدهد. بسیار زیبا گفتی. این اجرا هم خونده آموختی؟ اکی صالح گفت من باید گیمناستیکای سر کنم. گیمناستیکا نه، گیمناستیکا. ای چیزی نباشد. آمدم. اگر شربت حاصل شده باشن امتحان را سر میکنیم. چی شده که شخ شده ماندی؟ جورا از این بخچه چی میبرارد؟ باز قلین نگویی؟ ستونی خاندان ما، برکت خاندان ما شماید. روزهای سنگین پشت سر شد. شکری خدا شفا دهد. تشکر پسرم. خدا شفا دهد. 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 خدا شفا بیا میرویم پدر. در خانه منتظر ما هستند. سالهای دراز در حسرت بودند. زودتر به خانه میرویم. پدر ما این روز را بسیار انتظار بودیم. قامت راستی تو را بسیار یاد کردیم. روزهای تلخ اکنون همش گذشت. پسرم در زندان بسیار مشکل بود. بسیار مشکل. عمرم خزان شد. پدر جان از این پس همش نصب می شود. انشالله خوب می شود. تشکر از این. سلامت باشه. سلامت باشه. آی راننده زودتر ماشین را حی کن. آخر ما توی داریم در خانه. خوب شده است اکا. پدر چی شد با شما؟ راننده زودتر حی کنید. زودتر باشید. پدر جان التجا میکنم. پدر جان آخر نو به نزدمان آمدید. ما رو تنها نگذارید. ما رو از خودتان محروم نسازید. های زودتر باشید. عزیزه بیرم. پدر و مادرت منتظرند. اپا اومدم که با شما صحبت کنم. بخیر است. اگر یگان مشکلی داشته باشی گپ زن. میتوانی به من باور کنی. شما به دردی من دوا شدید. اکنون نوبت شماست. زودتر انتخاب کن. این بسیار ناز کرده انتخاب میکرده است. کارم مشکل میشود. اپا میدونه چی؟ امروز من کمی مونده شدم. نمیشود این کارو یگان وقتی دیگر کنیم. برادر تو زیدی سخنهای ینگت میبرایی؟ مایش نباشد اینش رو انتخاب میکنم. انا بین این هم یک اشاره هست. سادش رو انتخاب کرد دیدی؟ سادش چی معنی دارد؟ چشمانش در مالی زیاد نیست. آفرین کارت را خوب میدانسته ای. شما حیاتی من رو نجات دادید. فکر کنید
مثل من چندین نفرانی دیگر هستند که محتاج به کمک شما میباشند در پس من. یعنی من تنها این کارو انجام ندادم. کاری مدت جمعی است. اگر برای خودتون بترسید برای من بر اینها باید جسور باشید. اپس من و دیگر جوانها به کمک شما احتیاج داریم. باید این جراحی رو باید بکنید. من از شما جان قرض دارم. اگر روزی باشید من همراه شما به بیمارخانه میروم. در نزدتون ایستاده همه کارهایتان رو حل میکنم. عزیزه بیا آهسته آهسته به خونمون میرویم. همه نگران میباشند. البته میرویم. از شما عذر میخواهم. مایدش عزیزه. سخنهایم رو خوب فکر کنید اپا. برای دیگران رو زنده کردن باید شما زنده باشید. برای زنده ماندن باشد باید خودتون رو نگاه کنید. سلامت باشید. ینگه حالا چیکار میکنیم؟ تیرپرانی میکنیم. تیرپرانی؟ ها. ینگه آیا برای خانه‌دار شدن تیرپرانی میکنیم؟ ما به آدم های ضعیف و ناتوان دختر نمیدهیم. انا این رجب قریب بود که مرا به زنی گرفته نمیتوانست. در لحظه های آخر اپم را قنات بخش کرد و مرا گرفت. آیا شما اویلوی این خیل میکنید؟ رجب جان این بکره دنیزی ها مانندی دارد. انیق مانندی دارد. دیدی چه خیلی او را فهمیدم. البته این برای تو شرف است. شاید از مهارت ینگت آموزی. این خیلی نکنیم. نباشد به حولی می رویم. رجب حاضر ما به حولی رفته جای رو تیار نموده کارو سر میکنیم. زودتر. خودت مرا روزی کرده نتوانسته عزیزه رو به نزدم روان کردی. آخر تو مرا گوش نمی کنی جانکم. به خودت رحم نمی کنی. می ترسی که صاحب فرزند نمی شوی. اگر دیگران را نجات دادن می خواهی باید اول فکری سلامتی خودت را کنی. برادر زودتر باشه. زودتر پدرم میمیرد. آرام شوید. دکتر در کجاست؟ آرام شوید. حاضر می آید. چکن حاضر می آید؟ باید آمده باشد. باید در آستانه در منتظر بشد. آمدم. کجا میگردید؟ جناب اجازه دید به ما را بینم. اگر با پدرم یکون حادثه شود همه شما را آتش میزنم. خداوند رحمتشان کند. در زمان خلافت حضرت عمر با نام ابو عبیده سرلشکری بود. در شهر امواس لشکری مسلمانان گرفتار کسلی وبا شد. حضرت عمر خواست که آن شهر را زیارت کند. وقتی به او گفتند که در آنجا بیماری وبا پهن شده است از راهش گشت. به او گفتند ای حضرت عمر چرا به شهر وبا زدن نمی درآیی؟ آیا از تقدیر الهی می گریزی؟ اگر خداوند در تقدیرت نوشته باشد از آن گریخته نمی توانی هیچگاه. سوال خوب. البته سوال خوب، اما جوابش باز هم خوبتر است. حضرت عمر گفت به فرمان خدا اطاعت کرده احتیاط نموده از یک تقدیر الهی به تقدیر دیگرش پناه میبرم.
به فرمان خدا تابع شده احتیاط کرده به تقدیر پناه برده است. بیماری که به سر تو آمده است با فرمان خدا طبابت را طلب می کند. این یک نوعی احتیاط می باشد. اصلا دکتر و دارو یک سبب می شوند. تقدیر باشد از جانب خداوند است. یعنی همه ما طبق تقدیر الهی زندگانی می کنیم، اما باید احتیاط کرده سعی و کوشش کنیم. همین خیلی نی؟ خداوند کریم است. سلامت باشی. انا برای همین من تو را دوست می‌دارم عارف. تو وقار ارادت را از ایمانت گرفته ای. برای همین دیگر هستی. تو این را از سر مهر و اخلاص میگویی. من تنها سعی و کوشش میکنم. یعنی مثل مورچه‌ای که در راه زیارت کعبه روان است. انشالله. آنیزه کاریا دارد. سیاهی چشمانش نور را حس نمیکند. چه یگان ضربه خورده است؟ چه ضربه دکتر؟ در راه بودیم ناگهان افتیده بیهوش شد. احتمال رگ چشمش کفیده است. مرا دیوانه نکنید. فهماتر گپ زنید. شاید رگ خونی سرش کفیده باشد. درحال رنگین کردن لازم. رگ خونی سرش؟ آها. نباشد. زودتر شوید. زودتر باشه. زودتر شوید. زودتر شوید. پدر. پدر. خانم، از حاضر گفتمانم این آدم بهترین مرگنی مملکت به شمار می رود. من هر خیل پروندن را پسند نمی کنم. با تپانچه پروندن لازم. به نام خدا راست میگوید. من با تپانچه آنقدر خوب پرونده نمیتوانم. با من فرقش نیست برادر. اگر دختر را گرفتن خواهی همش را میپرانی. آخر من دختر رو حالو ندیدم. دیده چی کار میکنی؟ من برای تو از همه زیباش رو میابم. خانم بسیار خوب پروندی. هر روز با اصول نو. نام تو چیست؟ ما او را کارلس میگوییم. این چه نامه باشد؟ آخر او از سکاری است. رقمی شهرشان 54. کنی پروند بینم؟ اکا نلرز کار را رسوا میکنی. ای کوری نمیبینی؟ پروندن هم نمیتوانی کو؟ باز تیر پرانی ماهیر بوده ای. چیکار کردی؟ دختر رو از دست میدی؟ من تو رو خاندار میکنم. قرار دادم آدم بر این پران. مایلش میپرونم. بیا زودتر. زود باش. زودتر. برای تو یگان دختر نیست.
این خیلی نپرانی و تو نه دختر میدیهم نه اسب میدیهم و نه سیلا وای بر حال تو ای نابکار آقای دکتر من خودم را خوب حس میکنم قرار دادم که پگاه سحر اول به بیمارخانه میآیم خوب شده است خانم سومن حتی برای آمدنتان شاد میشوم من همچنان دردی دارم که نپرسید شاید از شما کمک خواهم البته کمک خود را من از شما دریغ نمیدارم تشکر آقای دکتر و شما برای کار ای قصدن کردیم برای خاندار نشدن نه جوره آخر من با این سلاح عادت نکردم باز من رو برای خاندار شدن مجبور کردی تو از من چی میخواهی؟ از این پس برای من کارلس وجود ندارد اکنون تو برای من تنها یک تونوکه لوحه تونوکگی 54 جورت چی خیلی نگو من رو دیوانه نکن 54 مانه بولتا من هم برای خود یکان نقشه دارم البته خدایا توبه با من خبری نگده خبری خوب نباشد رو در قعر زمین میگورانم هرچی از دستم آمد کردم حالا در وزنین خونه باقی کار در دست خداوند است در تقدیرش چیزی باشد من نمیدونم دکتر او باید زنده ماند اگر یگان حادثه شود از تو میبینم تو پدرم با پا نخیزد یگان کس از بیمارخانه نمیرود خوب شده است پگاه بر وقت به بیمارخانه میروم اپای سومن با که اوریف خبر نداده؟ نه ندادم باور کن غرض تو دیگر هیچ کس نمیداند التجا میکنم با کسی مکن اگر با که اوریف خبر میدادید بسیار نغز میشد اپا این خبر برای من آسان‌تر میشود انشالله این کار را به انجام میرسانم برای دستگیری تشکر سلام علیکم. علیکم سلام عارف. ظریف تو نمیروی زودتر باش. از پی سپارشی تو میباشم کمی دیگر. به خدا که از تو خلاصی نداریم برادر. اگر من چی بودن حادثه رو کم و بیش میفهمیدم بسیارتر کمک میکردم. تو همان نفری را که به من زنگ زده بود کافتیاب اون طرف کار خود به خود حل میشود. من هم از پی کار هستم. نیم ساعت پس تمام میشود. سحر باز درس. اینجا سرم را مانده خواب میکنم. تو برو. مدت دراز است که معده‌ات کار نمیکند. با دستگاه ها آواره شده از شیش کباب و سیخ کباب دور مانده مکه. راست میگوی عارف. من هم در حسرت نشستم. بیا یک سیخ کباب و شیش کبابی بالازد تیار کرده صحبت کنیم. گوش کن اگر زنده مانیم و به نفقه براییم همراه یک طرفخانه بدباهی ما میکشاییم. اگر تو به نفقه برای آشپز میشوی البته
در نفقه بهترین کار ضیافتخوری است. راستی مسئله آشپزی برای من چندان ممنون. خیر میلش. من رفته شکمم را سر میکنم. گپی خوردن را که سر کردم گرسنه شدم. برای مشق پگاه روزی نیرو میگیرم برادر. شاهین در درسیدی ما برآمد نکنه. با من گوش کن. تو پروای او را نکن. من خودم علاج او را مییابم. تو آرام باش. خب میلش. تأثیر این سحر و جادو کی میرسد؟ من باز چقدر انتظار شوم؟ یگان تغییرات نیست؟ دختری من کمی تغییر یافته است، اما دامادم نه. آیا ایماندار هست؟ نپرس. مولای تپه تیار همیشه در زبانش کلمه الله و پیغمبر است. نماز میخواند؟ همیشه سالهای دراز است نماز میخواند. برای نبیره من عبرت میشود. نمیخواهم که نبیره من مثل او شود. این سحر و جادو به انسانهای با ایمان به آثاری تاثیر نمی کند. میخل نگو. تو چرا از اول نگفتی؟ اکنون چیکار میکنی؟ اگر به واسطه دختر یگان تاثیر رسد میشود. السلام علیکم و رحمت الله. خدای خداوندی کریم به دردی همه شفا ده، به دردی من هم شفا ده. خدا دیگه چو جانور چو. خدایا به این زیباگی نگرده. سلام علیکم برادران. سلام علیکم. برادران انشالله این در راه خدا صدقه می شود. انشالله. این را با عائله های دختران در عملیات نجات داده‌مان تقسیم میکنیم. انشالله انشالله. خداوند قبول کند. آمین آمین آمین. به نام خدا و در راه خدا. الله برادران کسی که در دوی امروز آخران شود برای همه خوراک میخورد. چند دور دیگر میدویم؟ کمان صبر کن. از تیرپرانی زیاد تو تنبل شده ای. رجب در این موضوع تو چه فکر داری؟ نمیدونم اکا. واید با 54 دیگر با من سوال ندید. و خیر است برادران. بین شما گربه سیاه گذشته است. از بارش گذاشتم. تیرپرانی شد با او گید با من رقابت نکنه. ای جورا با خدا دلی مرا میرنجونی. شاهین اگر از قفا آمدن خسته شده باشی و پیش گذر. همینجا خوبم. مسابقه میکنی؟ عارف منی نکن. اسد نگذاران. گردی میدان یک دور میزنیم. سر کردیم. رفیقان و فکرم درس امروزمان بسیار مشکل میگذرد. اکا من از اینها مهارت بسیار هم خوب انتظار هستم. راضی هستی؟ کسی به دست من رسد غالب میشود. از جانی نبرآمده امید کنده نمیشود. دفعه دیگر انشالله. دفعه دیگر. دوام
رفتیم برادران دوام میدهیم رفتیم دوام میدهیم دوام میدهیم عزیزه جانکی من برای من شده آمده عذر میخواهم شما را آواره کردم سحر بر وقت زحمت کشیده برای من شده آمده عذر میخواهم دخترم این خیل نگو وقتی که عزیزه حادثه را با ما نقل کرد آمدیم عزیزه با تو میستد تو را همراهی میکند ما باشیم زود زود تو را خبر میگیریم بسیار متشکرم رفیقان شرط نیست که کارمندان تعیینات مخصوص جثه کلان داشته باشند مگر فیل چالاکتر است یا اینکه اسب تازی اکا فیل گفته شاهین رو در نظر داری انا همین دور رفیقان دیدیم زودتر رفیقان زودتر برادری من چی شد 34 میگذرد یا 54 حرکت ناجا نکن چی شد Пусть желания исполняют.